تا حالا شده اول صبح که بازار باز میشه یهو همه چیز به هم بریزه و شما سرمایه‌تون رو از دست بدید؟ خب امروز میخوایم یه استراتژی معاملاتی خیلی جالب و مکانیکی رو بررسی کنیم که دقیقاً برای همین نیم ساعت اول و پرآشوب بازار طراحی شده. خب از کجا شروع کنیم؟ بیایید بریم سراغ داستان پشت این استراتژی، چون قصه خیلی جالبی داره که نشون میده این روش از کجا اومده و چرا اینقدر معتبره. داستان از این قراره که ببینید کارل از پرو ریال آلگوز تعریف میکنه که توی مسابقات قهرمانی تریدینگ سوئز شرکت کرده بوده و کی اونو شکست میده؟ یه نفری که بعداً میشه مربی و مرشدش. و حدس بزنید از چه استراتژی استفاده میکرده؟ دقیقاً همین استراتژی. یعنی از همون اول میفهمیم که با یه چیز امتحان شده و حسامی طرفیم. خیلی خوب، پس داستانش رو شنیدیم. حالا بریم سراغ اصل مطلب. این استراتژی دقیقاً چه مشکلی رو حل میکنه؟ ایده اصلیش اینه که میدونید اون هیجان اول صبح بازار یه فرصت نیست، بلکه یه تله است. یه تله که عمدن برای معامله‌گرای کم تجربه تر کار گذاشته شده. محور اصلی این تله یه چیزیه به اسم کندل نقدینگی. این فقط یه کندل ساده نیست که قیمت رو نشون بده. نه، این یه حرکت خیلی سریع و پرقدرته که همون اول صبح اتفاق میفته. طوری طراحی شده که توی دل معامله‌گرای خرد اون حس ترس از دست دادن فرصت یا همون فومو رو بیدار کنه. خب حالا اصلاً چرا این تله رو کار میذارن؟ هدفش چیه؟ اول اینکه معامله‌گرای تازه کار رو بکشونه توی بازی. بعد با این کار برای مؤسسه‌های بزرگ نقدینگی درست میکنه، کلی حد ضرر رو فعال میکنه و به اون کله‌گنده‌های بازار اجازه میده که پوزیشن‌های عظیمشون رو پر کنن، اونم بدون اینکه قیمت خیلی تکون بخوره. واسه همینه که بهش کندل دستکاری هم میگن. این نقل قول از دکتر دیوید پاول خیلی قشنگ این موضوع رو توضیح میده. اون میگه بهترین معامله ها وقتی اتفاق میافتن که اکثر مردم از بازار پرت شدن بیرون. یعنی چی؟ یعنی بازیگرای بزرگ باید یه جورایی شرایط رو مهندسی کنن. 100,000 نفر مثل شما رو به یه سمت هل بدن، استاپ لاستون بخوره و همین دریایی از نقدینگی براشون فراهم میکنه تا خودشون وارد معامله بشن. پس ایده اصلی اینه. خیلی هم ساده است. این حرکتی که مهندسی شده، طراحی شده که برگرده. یعنی یه حرکت فیک و معکوس شدنده است. و اون برگشت قیمت دقیقاً همون برتری یا اج این استراتژیه. ما داریم برعکس این حرکت اولیه و فریبنده شرط می‌بندیم. خب، حالا که فهمیدیم تله چیه و چطور کار میکنه، وقتشه که نقشه فرار رو یاد بگیریم. یه نقشه 3 مرحله‌ای کاملاً مکانیکی که این تله رو برای ما تبدیل به یه فرصت سودآور میکنه. این استراتژی که بهش تاچ اند ترن یا لمس و بازگشت هم میگن 3 مرحله خیلی ساده داره. اول محدوده باز شدن بازار رو با فیبوناچی مشخص میکنیم. دوم مطمئن میشیم که اون کندل اول واقعاً یه کندل نقدینگیه. و سوم معاملمون رو تنظیم میکنیم. بریم که هر کدوم رو با جزئیات ببینیم. مرحله اول خیلی راحته. میریم روی چارت 15 دقیقه‌ای، یه فیبوناچی بازگشتی برمی‌داریم و از بالاترین قیمت اولین کندل روز به پایین‌ترین قیمتش رسم می‌کنیم. همین. ما فقط با 2 تا از سطح‌هاش کار داریم. 38.2% و 61.8%. اینا میشن تارگت‌های سود ما. حالا مرحله دوم که خیلی هم مهمه. تایید کردن. خب از کجا 100% مطمئن بشیم که این کندل اول بازار یک کندل دستکاریه و نه یه حرکت واقعی؟ اینجا دیگه حدس و گمان رو میذاریم کنار و از ریاضیات کمک میگیریم. یه فرمول ساده داره. برای مثال فرض کنید داریم سهام متا رو معامله میکنیم. میریم روی چارت روزانه و میانگین دامنه واقعی یا همون ATR 14 روزه رو نگاه میکنیم. میبینیم که عددش هست $17.75. حالا محاسبش چطوره؟ خیلی ساده است. قانون میگه دامنه یا اندازه اون کندل اول صبح باید حداقل 25% ATR روزانه باشه. پس 17.75 رو ضرب در 25 صدم میکنیم که میشه $4.44. این حداقل اندازه‌ایه که کندل ما باید داشته باشه. و اینجا میتونیم نتیجه رو ببینیم. حداقل اندازه لازم $4.44 بود، در حالی که کندل واقعی ما $4.64 اندازه داشته. پس بله، شرط برقراره و این یک کندل نقدینگی تایید شده است.
و بالاخره مرحله سوم معامله. حالا میریم روی چارت 1 دقیقه‌ای. فرض کنیم کندل دستکاری ما سعودی بوده. ما میایم یه سفارش فروش لیمیت یعنی شورت دقیقاً بالای اون کندل قرار میدیم. اگه کندل نزولی بود، برعکس یه سفارش خرید لیمیت پایینش میذاریم. تارگتمون همون سطح فیبوناچیه که قبلا مشخص کردیم و استاپ لاس رو هم طوری تنظیم میکنیم که نسبت ریسک به ریوارد ما دقیقاً 1:2 باشه. خب تا اینجا با تئوری کار آشنا شدیم. ولی آیا واقعاً جواب میده؟ بیایید بریم ببینیم این استراتژی در عمل چطور کار میکنه. یه نگاهی به نرخ موفقیت تئوریکش و یه مثال واقعی ازش میندازیم. چرا میگن نرخ موفقیتش بالاست؟ منطقش جالبه. ببینید، برای حرکت قیمت در طول روز 4 تا سناریوی کلی وجود داره. توی 3 تا از این حالت‌ها قیمت ناچاره که از تارگت سود ما رد بشه. فقط توی یه حالت، یعنی وقتی که قیمت با قدرت از همون اول از محدوده خارج بشه و دیگه بر نگرده، ما ضرر می‌کنیم. پس از نظر تئوری شانس با ماست. حالا بیایید اون مثال واقعی رو روی سهام متا رو با هم مرور کنیم قدم به قدم. ساعت 9:45 صبح کندل نقدینگی تایید شد. 1 دقیقه بعد یعنی 9:46 سفارش فروش لیمیت بالای کندل گذاشته شد. ساعت 10 صبح قیمت بهش رسید و معامله ما باز شد. و نهایتاً 28 دقیقه بعد ساعت 10:28 به تارگت سود خوردیم و از معامله خارج شدیم. به همین سادگی و تمیزی. برای اینکه ببینید چقدر میتونه قابل اعتماد باشه، منبع ادعا میکنه که توی بک تستاش، مثلا توی کل ماه دسامبر، فقط و فقط 1 معامله با ضرر پیدا کرده. این خودش خیلی حرف برای گفتن داره. خب، به انتهای بررسیمون رسیدیم. سوال اصلی اینه، آیا این استراتژی میتونه همون برتری معاملاتی باشه که شما دنبالشید؟ بیاید یه جنبندی سریع از نکات کلیدی داشته باشیم. چند تا نکته رو حتما یادتون باشه. اول اینکه کل این استراتژی بر این اساسه که باز شدن بازار یه تله مهندسی شده است. دوم، هدف ما اینه که دقیقاً برعکس اون حرکت اولیه و تهاجمی وارد معامله بشیم. سوم، این یه فرایند 3 مرحله‌ای و کاملاً مکانیکیه: فیبوناچی، تایید و معامله. و چهارم، نسبت ریسک به ریواردش همیشه 1:2 هستش. و البته این رو هم همیشه به یاد داشته باشید که هیچ تضمینی وجود نداره و عملکرد گذشته آینده رو پیش‌بینی نمی‌کنه. و به عنوان حرف آخر میخوان شما رو با این سوال تنها بذارم. اگه واقعاً بازارها میتونن مهندسی بشن، پس چه حرکات بظاهر واضح دیگه‌ای وجود دارن که شاید در واقعیت تله‌هایی در لباس مبدل باشن؟ این سوال میتونه دیدگاه شما رو به کل بازار عوض کنه.